اینا بخارای دهان ما. بیدار شو بیدار شو. guys, درود. شگی هستم و اینم لباس جدید لازم میمونموس. This is میمون and یاسمی. جسی. متاسفانه تیپم عوض شد چون به اونجایی که می‌خواستم برم به اون نمی‌خورد. منم حواسم نبود. دیگه فیلم برداری نکردم. بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. یک روز با ما. اونجا که داریم مشاهده می‌کنی بنده با موتور میرن. این خانم میمونه اینجا. آره حتما. این هم عروسک پلاستیکی ماه. نگاه کنین. This is روا. روا. این دندونشه. دندون مصنوعیه. دوستان من دوباره برگشتم به شهر. اومدم یاسمین اینا رو بردارم بریم دوباره با ماها رو چک میکنی؟ جلوش صافه؟ همون به دوربین ما سلام کن. نشون بده دستم تو جیب عموه. خواهد چیم مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید و خواهید بود. همونطور که می‌بینید که هوا تاریک شده و اینکه الان خب حسین رفته با صدر نون بگیره و بیاد نون گرفته بود ولی الان بازم رفت بگیره. حتما همراهمون باشید چون که یکم بعد یه چند دقیقه بعد قرار با هم یه بازی خیلی باحال داشته باشیم که شما حتما تو خونه انجام بدید. تا اینجا دیدید حتما لایک هم کردید ولی اگه نکردید لطفا وینی بزرگوار هم مثل همیشه لمس کنید اینطوری و یه اینطوری هست یه اینطوری رو بزن اینطوری نست. بعد اگه دوست داشتین که حتما کامنت بذارید ولی اگه نداشتین که خب اجباریه که یه کامنت بذارید. و همین دیگه خیلی ممنون که تا اینجا تماشا میکنید و هم حمایت میکنید. خود چه خبری بچه خدا وکیلی بگید کیفیت این بهتری آنمد که میاد صدا سازیم. خودت هم قبول داری نه؟ خودت بعدم میفهمی چی گفتم. بده 66 آتی کیاده دادم دنده 6 رفتم آقام. اینجاشو باید بذاری اگه نذاری واقعا چیزی. یه برو نه دیگه الان من میرم. از این ور بریم آقا. این من چالش باش کم کمک خدمات این سری ماشین نانجا راننده آقای همسرزا
سلام همسر جان، یه بوس بده همسر جان. همسر جان عزیزم داره مشکی پر میکنه. درو بریم پیش اون یکی کوچولومون. کوچولوی منه، کوچولوی منه، کوچولوی من. قربونت بسم من. توضیحات این بازی. الان این بازی اینجوریه که هر شیشه یه جفتی داره، یکیش جفتش بالاست یکی جفتش پایینه، هر کدوم هم یه رنگه، جفت یه رنگه. این پایینی ها رو ما اینجوری میچینیم که یه نفر این ور میمونه به عنوان مثلا داور، همون شومن میگن. بعد چند نفر که اون پشت میمونن باید اینا رو بچینن و شومن هم هی بگه یه دونه درست، دو تا درست. خیلی دیدین این بازی رو تو این لیسته، حالا اومدیم یه دونه ولاگش هم بگیریم. لیتس گو. همونطور که ببینیم من چیدم. حالا بریم ببینیم اولی یاسمین میتونه چند تا درست بگیم. اول از همه میخوام ایشونو که کمیدم میذارم رو ایشون، بعد ایشونو میخوام تو هر کدوم میتونی چند تا؟ نه یه بار، فقط یه باره. خب اوکیه. یه دونه درست. برو دیگه. حالا شما حالا چی کجا میرم؟ بازی همونجور که بسیار حساس و دلگیره. واو. یه دونه درست. یاسمین اینو آورد اینجا گذاشته. احتمالاً به این گفت یه دونه درست. من یه اشتباه بذارم. هیچی. شرکت کننده هم تیم شدن دارن همینجوری با هم بازی میکنن. یه دونه درست. یه دونه درست. دو تا درست. یا اینه یا این. اینا جاشو من عوض کنم. بازی بسیار حساس شده. به نظر شما 3 تا درست. من نتونستم بازی شد. 3 تا درست. اینو یعنی شما تقلب نکرد. اینو این با هم این 3 تا رو عوض کنیم ببین این میاد. برو. من نفهمیدم. بابا میگم دست نزن. شد 2 تا. 4 تا درست. 4 تا درست. بازی بسیار عجیب غریبه، فقط با یه حرکت بازی تموم میشه. ببینیم آقای همسرجان چه میکنه. وای دست چی میزنه. وای ببین چی کار میخواد بکنه. نباید این کارو بکنه ولی میکنه. بازی به پایان میرسه. واو واو. الان برنده این بازی کیست؟ من خب بس مجازات کنشید. برندمون ما در دنیای موازی زندگی میکنیم. اینجا بازنده نداریم. برنده موازی مجازات نه. میشه. ما در دنیای زندگی میکنیم که برده باخت مهم نیست. اینجوری که دارم میبینید دیگه حق تقلب یا نمیفهمن که کدومو تغییر دادن. به خاطر اونجوری هم باز بیشتر طول میکشن، برنده سخت‌تر پیدا میشه. اولین نفر که برای این کار انجام بده یاسمین. این دو تا میزنم و این دو تا میزنم. ببین جاست اینجا گه. بیا. خب آقا جلو تو نگاه کن. برو یاسمین. یه دونه فقط دیگه. بله فقط یه دونه. قانون در یه دونه درست. چی در این بازی بگید؟ خب برو. 2 تا درست. یه دونه حرکت میتونم بکنم.
یه دونه درست. اون نده منو. بابا بابا. یه دونه درست. این درست. دو تا درست. نگاه نکنه 2 ساعت طول می‌کشه. واقعا حال میده. گوشم نیست. دو تا درست. سه تا درست. مرسی. چهار تا درست. راه تقلبی هم پیدا نمی‌کنم. تا تو درست. نگاه نکن صدرا. برو دیگه. برو. دو تا درست. برو. یاسر منم خراب بود. این میشد یه 4 تا درست. آقا. نگاه نکنید. 4 تا درست. کدوم صفحه رو عوض کردم؟ اولی آخری هم هست. برو دیگه. تو برو اومد دیگه. چرا؟ مردم باقی دونه. اینجا جورم بده. یاسمین چقدر تا نگاه کن. دو تا درست. نکن آقا دیگه نداریم. آقا نگش بیانم. یه دونه درست. بیا برو اومد. من الان میتونم چند تاشو درست کنم. اذیت میشی میتونی نگاه کنی. نه نگاه میکنم من. آقا ای بمون الان درستشو انجام میدم. سب کن. خب همه یه دیگه داره نگاه میکنم. همین. هم بگم صدرا درسته. آه. سه تا درست. خب صدرا برو. اون نه با اون قرمزه عوض نکن دیگه. حالا میری آقا کارتو بکن دیگه. انجام. دو تا درست. ماما سیاه رو با سه تا درست. سیاه رو باید عوض گذاشتم اینجا گفتم. عزیزم برو اون من نگاه نکردم. از صدر و یاسر همونجا میبینن دیگه دو تا اول. دو تا درست. این درسته. اینم درست. خب یه دونه دیگه برو پایین. نه میتونیم چند تا درست. نه یه دونه برو پایین. چند تا درست. یه دونه درست. منم؟ یا صدر توی؟ یاسمین راتاتاتا. سبز درست. یه دوهنده کن. یه دونه درست. این درسته. درست. این درسته. سه تا درست. دیدی؟ 3 تا درست. به آخری دست نزنید. اول و آخری دست نزنید. اینا رو کاتی کنید. علی نمیدونیم نه، اینو اون درسته. دو تا درست. 2 تا درست؟ علی این درسته. خب اینم اینجا بود دیگه جاش.
اسپایدرمن. 3 تا درست. ببین اینه اینا رو جابجا کن. ببین اینا درستن. اینا صدر. ببین اینا. این بر. یه سوال این اینجا آمده اشتباه گفته سیاه الان 3 تا درست هر کاری می‌کنه. اینا اونجوری بکن. ول کن یاسمین. آقا اینجا اومده خب انجام بده. دیدی؟ 2 تا درست. پس این 3 خب به این دست نمیزنه. آقا یه دیگه دار. بعد ماما منه. نه دیگه بعد من باباه. بعد ماما منه. آقا یه دیگه بعد ماما من. آقا صدر از واضح هست. تبا شدی. صدر عقل صدر الان بره از اون بر نگاه کنه به همش دوباره شد. اگر بیدنه دیگه بیست. آقا نه این کارش ندیدم فقط این آره تمام خره برم اون آخر دید. یاسمین هیچی دیده نمیشه. 4 تا کردی درست. امین. 4 تا درست. مادر من ببین این درسته. نه. آره اونجاست. یه دونه. آره، یه دونه. درسته. یه حرکت. یه حرکت. 5 تا درست. ببین پس این دوتا رو عوض کن صدر. بینه آقا یه لحظه صبر کن. چرا دست میدم چجوری 5 تا درست؟ اگه 5 تا درست باشه خب یکیش باید حذف بشه. 5 تا درست یعنی اینا درستن. خب اینجا 4 تا درست باشه. 4 تا درست. برو صدرم. من بار بزرگ انده اونو یری oraydı. Yanında. Ben de sünnet adı. Kaçta diyorsun lan? Bildim. 1 2 و این دوتا که 3 تا درست. خب الان Bin ver. 4 تا درست. خب پس این دوتا رو عوض کنه. آره دیگه آره. آقا نیه من نیستم. امین. برو عوض کن. Sab kن بذار بگه چند تا دیگه. 3 تا درست. یه حرکت میتونه بزنی. برو عقب. 2 تا درست. بابا امکان نداره. این که اینجا بود اینم اینجاست اینم اینجاست. بابا او یادم نوبت بله صدرانده بود. آقا برو من. الان درسته دیگه. الان سه تا درسته. 3 تا درست. دیدی یادم بیسان. Yalan vermekten bizim pazar hediye etti. آقا یاسمین تقلب یه مهاجرم. اینجوری درسته. بردی. ما بردیم تو دروغگو. همونطور که چیدیم با تقلب‌های فراوان معلوم نیست کی بود. بس به خاطر همون به احترام بزرگتر را مجازات میکنیم. بریم بزرگتر را مجازات کنیم. حاضرین؟ یه دونه میشه. با یه دونه میخوام بابا رو بشونم. 1 2 بشونه. رد نده میخوام بزنم. 1 2 آقا یه لحظه بمون. 1 2 بزن دیگه. همینه واقعا. آقا بزنم. اینا بخارای دهان ما. من انگار ژلاتیندی. ای خیلی محکم زد. آقا محکم بزن خواهد ببین واقعا میتونه رد کنه. این تو کارنو گالوسا. کسی نمیدونه. اینجا نمیزنن. اشتباه من اونجا بزن اونجا رو صفر کنی. نه اینجا نزن پایین بزن. مشتین از سنگین تره. ama به جای میزنه درد نکنه. Gözde kırmızı olacağız canım. مرم میزنم. چیز بایستش Çizimi boş. Özür. Ben kolaptım öyle ama öyle. Otur abine. اینجوری اینطوری. Ya sen تو چرا اینجا قرمز شد؟ خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. خیلی دوست دارم بچه‌ها. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی بدرود.
بابا شوخی میکنی؟ تا میگه